بخش کردن فریدون گیتی را بر پسران. آنگاه فریدون گیتی را 3 بخش کرد: 1 روم و خاور، 2 ترک و چین، 3 ایران و دشت نیزوران یا همان یمن. پس روم و خاور را به سلم بخشید و او را خاور خدا نامید و با لشکری به سوی خاور فرستادش. آنگاه توران زمین را به تور داد و او را سالار ترکان و چینیان کرد و توران شاه نامیدش. تور نیز با سپاهی بدانجای رهسپار گشت و بدین سان روزگاری دراز گذشت و فریدون سال خورده گشت و از نیرویش کاسته شد. سلم که از آن بخشش پدر و این که تخت شاهی را به ایرج بخشیده بود ناخرسند بود. با دلی پر از آز و کینه پیامی به دست فرستاده‌ای به سوی برادرش تور که شاه ترک و چین بود روانه داشت. در آن پیام گفت: ای شاه ترک و چین، به یاد آور که ما 3 برادر بودیم و هر 3 زیبنده شاهی و جانشینی پدر. لیکن پدر بیخرد ما ایران و دشت یلان و یمن را به ایرج داد و روم و خاور را به من و دشت ترکان و چین را به تو، و آن که از همه ما کهتر و کوچکتر بود به جای ما نشست. و تو بدان که از من که برادر بزرگتر هستم دیگر رسیدن به تاج و تخت گذشته است، لیک پادشاهی تنها زیبنده توست. فرستاده سلم همچون باد به سوی تور شتافت و هر آنچه که شنیده بود به او باز گفت. تور بیخرد نیز که آن سخنان بشنید خیره سر گشت و همچون شیر برآشفت و به فرستاده برادر گفت: به سلم بگوی که این پدر ما را به روزگار جوانی بفریفت و درختی نشاند که میوه‌اش جز خون نخواهد بود. لیک اکنون بایسته است که من و تو رو در روی یکدیگر با هم در این باره به سخن نشینیم و به فراهم آوردن سپاه پردازیم و باید که در این کار زبونی را کنار گذاریم و دلاور باشیم. پس چون فرستاده به نزدیک سلم بازگشت و پاسخ را باز گفت، 2 برادر یکی از روم و دیگری از چین با اندیشه‌ای پلید روان شده و در جایی با یکدیگر دیدار کردند و به گفتگو نشستند. پس چون سلم و تور با یکدیگر دیدار کرده و به سگالش پرداختند، موبدی تیزهوش را برگزیدند و سلم بی هیچ شرمی از پدر موبد را گفت: چون باد به نزد فریدون رو و چون به کاخ او در آمدی نخست درود ما 2 تن را به او رسان. آنگاه او را بگو که آدمی باید در هر 2 سرای از خداوند بترسد. یزدان پاک گیتی را به زیر نگین پادشاهی تو در آورد، لیکن تو هرگز به فرمان یزدان نگاه نکردی و اگرچه تو را 3 فرزند بود که هیچ یک در خرد و هنر چیزی افزون بر دیگری نداشت، تو از میان آن 3 تنها یکی را برگزیدی و تاج بر سر نهادی و همواره در نزد خود نگاه داشتی و 2 پسر دیگر را هر یک به گوشه‌ای فرستادی. ای شهریار دادگر زمین، به این داد که کردی هرگز آفرینت مباد. لیکن اکنون باید که تاج از سر ایرج برداری و او را نیز همچون ما به گوشه‌ای فرستی، وگرنه سپاهیان ترک و چین و روم را فراز آوریم تا ایران و ایرج را به نابودی کشانیم. موبد پس از گرفتن پیام همچون باد به سوی درگاه شاه آفریدون تاخت تا اینکه از دور کاخ او را بدید که چون کوهی بود که سر به آسمان ساییده بود. چون به کاخ رسید پردهداران فریدون را گفتند که فرستاده پرمنش و با دستگاهی رسیده است. فریدون بفرمود تا پرده برداشتند و فرستاده را پذیرفت. چون موبد اندر رفت و چشمش بر فریدون افتاد و آن برز و بالای چون سرو و روی چون خورشید و گل سرخ و موی چون کافور و
لبان پرخنده و رخان پرشرم و زبان کیانی پر از گفتار نرم را بدید، دل و دیدش شیفته زیبایی و شکوه شاه گشت. پس فریدون را نماز برد و زمین را بوسه داد. فریدون او را جایگاهی سزاوار داد و بنشاند و نخست از دو فرزندش و آنگاه از خستگی راه از او پرسید. فرستاده گفت: ای شاه گرانمایه، همه به خوبی روزگار می‌گذرانند، لیکن من که بنده سزاواری برای شاه نمی باشم، پیام درشتی برای شاه آوردم، گرچه من بی گناهم و این فرستنده پیام است که پرخشم می باشد. اینک اگر شهریار دستور دهد پیام این فرزندان ناهشیار را بگویم. شاه او را بفرمود تا همه سخنها را بگفت.